سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و بحث‌های خانگی. ما امروز همراه یک نمود پراژنی به نهایت آسانک تیار میکنیم. محصولات به ما لازم است: یک دانه تخم، 100 گرم شکر، 8 قاشق کلان آرد، 1 قاشق کاکائو، کریمش به من سلیفکی تیار میکنیم. طرز تیار کنیش کانال با ما است. از من با طرز تیار کنیش نشان میدم. ما در اول کاسه بس یک دانه تخم گرفتیم، با بلندر لرد میزنیم. میتونید با میکسر یا وینچ کم لرد زنی میشد. یک دانه تخم درب سفید میشد. ما با بلندر لرد میزنم، کمتر لرد زده، بعد شکر همراه میکنم. کو کم شکر همراه کرده لرد میزنیم. محصولاتمو باید میتر سفید شود. کو اردامایه کم همراه کرده لپاتکا میخوام کنیم. میکسر کتی لاد نزنید پیامش خوشران نمیاد. آرده درونش به نمونه دورده. من 2 قاشق آب برای وای تخمش گرفتم. من آردش همراه کردیم. من 2 قاشق الهیده میگیریم. خمری تیار کردیم. ما کاکائو همراه میکنیم. من 4 قاشق گرفتم. من 4 قاشق به 1 قاشقچه پور کاکائو همراه میکنیم. من شکلات شد. نه یگان تا پاکت یا که کاندیترسکی میشاک با میگیریم. محصولات تیار کردیم. من کاندیترسکی میشاک با گرفتم. میتونید یگان تا پاکت چه بگیرید. من همین لیستامو با لیستتون چند سانتیمتر باشد. من 25 به 35. اگر 35 به 35 باشد میتونید یک دانه تخمچه اضافه کنید. من درازکشک شکلاتی تیار کردیم. من خمری کاکائو کنم. من درازکشک من کمی خمری تیار کردیم. من کم میگیریم همجور با قاشقی شروع تیلا میتیم. خمری تگانگش کمتر سخت نمی جنبه. بی خواهر عصبی 1 قاشق کاکائو کردیم. کمتر خمیرش سخت شد. من همه جوش با شروع من تیکیس میکنیم. من تیکیس کردیم. 2 مرتبه من استوو میزنیم. با مدتی 20-25 دقیقه 170 درجه تفتانده میگذاریم. من کارجی ما هم تیار شد. گرماگر میگم سچاقچه با یا دسترخوان با من چپ میکنیم. من چقدر پشتش پخته است. من گرماگر به قسمت تقسیم میکنیم. 2 3 4 5 قسم شده است. مایده چه 5 قسمه به تقسیم میکنیم. من بریده به قسم ها تقسیم کردیم. تا خنک شدنش کریم تیار میکنیم. من کریم خودکامه گرفتیم. من 1 پیاله آب خنک، پیاله پر نی آب یخ باید باشد. مرزیل گرفتم. من بالاش به همراه میکنیم 120 میلی لیتر. من سخت شده. من کریمم چقدر سختی شده تیار شد. من 2 قاشق وریانه سوکوشانکا همراه میکنیم. من 2 قاشق همراه کردم. بار دیگر همیشه شروع لب میزنیم. من کریم تیار شد. من چقدر
خشرویی من سخت تیار شد. نرخ کریم 24 روبل یا 21 روبل. من کو پیراژنیای کریم میکنی من جیمم گرفتم و خودش به جیم میکنی. من اگر خواهید پیراژنیای به دو قسم یه بار دیگه تقسیم کنید خوردنش آسان تر. من در قسم بار دیگه تقسیم کردم. اول من جیم میکنی خواهشمنده باشه من اول کمتر جیم کنم. من کو کریم من کریم شاپو گرفتم. کریمش تماما دیده نمیگیرد. کریمش بینید ناز. من کریمم کردم که هر یک چه من یک دان بالایی کریمی کریم رو میپاشیم. من در دانه شد پیراژنی ما من کریمی ماندگی هم که کمتر گل میکنم. من بالاش به کمتر من ویتامین چی شکلاتی میپاشیم مغازه میفروشه. من پیراژنی های ما هم تیار شد. من همه که ریسیپتی من در دانه پیراژنی تیار شد. محصولات بسیارم نمیرد برای من تیار کردن پیراژنی. ببینیم چقدر تیار شده است. نه کریماش شخ شد. نه ریزه کنی هاش نه ملایمه عجایبات. من درونش با جیم چقدر عجایبات بالا زدم دیگه. نه شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیسکسی کنید و یارو دوستان را دعوت کنید. خیر تا ویدیوهای آینده در پناهی خدا باشید.